ببینم شما دنبال انیمه میگشتی، بعد ویدیوی قبلی ما رو دیدی که رفتیم 3 انیمه ایچی خفن معرفی کردیم. اگه دیدی اینم پارت بعدیشه، معرفی انیمه پارت دوم. خوش اومدی. این بار چه انیمه هایی میخوایم معرفی کنیم؟ از اون دست انیمه هاست که آخر داستان چی میشه، چه بلایی سر نقص هستی میاد. ببینم اصلا این انیمه قراره تموم بشه؟ چرا باید تموم شه؟ من میخوام تا ابد ادامه داشته باشه. بعد متوجه میشه که شب نخوابیدی، خورشید در اومده و 200 قسمت رو دیدی و دیگه تموم شد. همین دیگه. بعدش ناراحتی، افسردگی، تلویزیون هم روشن میکنی، تبلیغ گارسینیا. حالا قصه اون روز نخور، فعلا که ما هستیم. تا اون انیمه های قبلی رو ببینی، ما یه دونه ویدیوی دیگه میدیم که 3-4 تا انیمه‌ای که ممکنه ندیده باشیشو بهت معرفی میکنیم. ادیتور بنواز که مردم منتظرن ویدیو شروع بشه. نیامد یارم سر قرار، دلم بگاره شد بیقرار. شماره 1 فایر فورس که ترجمه فارسیش میشه نیروی آتش. داستان این انیمه اینجوریه که آتش نشانهای ویژه با بحران احتراقهای خود به خودی. نویسنده دهن سرویس. ببین دوست عزیزم، طوری که نویسنده متن نوشته انگار شیمی 12. من که چیزی نمیفهمم. بذارید خیلی ساده بهتون توضیح بدم. تصور کنین من یه رفیقیم که راه میرم میام و بهتون سلام میدم. بعد از اندکی سلام و احوال پرسی و قربون صدقه هم رفتن، وارد داستانی میشیم که دیشب من چه انیمه‌ای دیدم و تو ازم میپرسی که داستانش چی بوده و حالا میخوام که برات تعریف کنم. ببین سید، نمیخوام سرتو زرد بیارم، ولی دیشب عجب انیمه‌ای دیدم، اسمش فایر فورس بود. داستانش هم اینطوری بود که یه سری آتش نشانای ویژه بودن که با حوادثی که خود به خودی توسط انسان رخ میداد مواجه بودن. حالا به اینا میگفتن نسل 1. یه سری حوادث هم که مربوط به اینا میشدن و بهش میگفتن جهنمی ها. حالا تو خود انیمه میفهمی جهنمی ها یعنی چی. ببین اینا رو یه سازمان در نظر بگیر، بعدش لولای مختلفی داره. مثلا نیروی آتش داریم که گروه خاصی از افراد نسل 2 و نسل 3 که میتونن آتش رو کنترل کنن و کارشون اینه که جهنمی ها رو خاموش کنن تا از بحران جلوگیری بشه. ببین حالا بخوام در مورد نقش اصلی بگم، اسمش شینرا کوساکابه هستش که یکی از نسل دومیایی به شدت قدرتمنده. اون وارد جوخه 8 میشه تا از بحران‌ها جلوگیری کنه. شینرا قابلیت‌های خیلی زیادی داره، یکی از مهمترین عضوهای گروه شناخته میشه. شخصیت جالبی هم داره. مردم لقبش رو رد پای شیطان گذاشتن چون قدرت آتیشش از پاش میاد و اینکه شیطان به یکی از شخصیتاش ربط داره که اونو از همه متمایز کرده. ببین وقتی استرس میگیره یا ناراحت میشه زار اینطوری میخنده. در واقع دست خودش نیست و داستان شینرا اینجوری شروع میشه که مادرش هم به یه جهنمی تبدیل میشه و آتش سوزی خونه مادر و برادرش منجر میشه که بمیرن. همه میمیرن و شینرا به جای ناراحتی لبخند رو صورتش بوده، ولی در حقیقت شینرا شخصیت بسیار مهربونی داره. حالا خالق این داستان آتسوشی اوکوبو هستش که اثرش رو روی صفحه میبینید. این انیمه 2 فصل داره و هر فصلش 24 قسمته. از 2019 تا 2020 شروع به پخش کرده. فصل 3 این انیمه تایید شده و در حال ساخته. این انیمه در مای انیمه لیست رایه 7.71 رو آورده. استودیوی دیوید پروداکشن انیمه رو ساخته که میتونید برخی از انیمه‌های ساخته شده توسط این انیمه رو ببینید. مانگای این انیمه 304 چپتره و تموم شده. در کل انیمه به شدت خفنی و پیشنهاد میکنم که حتما این انیمه رو ببینید. شماره 2 ککای سنسن، ترجمه فارسیش میشه انسداد خونی خط مقدم. داستان این انیمه درباره پسر عکاسی به نام لئوناردو واچ هستش که به قیمت از دست رفتن بینایی خواهرش چشمای همه بین خدایان رو به دست میاره. در واقع دست خودش نبوده که این قدرت رو به دست آورده. مشکلات زیادی واسش اتفاق افتاده. در واقع دنیایی که توش زندگی میکنه کلاً عجیبه. شکافی بین زمین و جهانهای دیگه در شهر نیویورک که یک حباب غیر قابل نفوذ به وجود میاره که زندگی موجودات ماورا و طبیعی و انسان‌ها رو یکی میکنه. حالا با توجه به چیزایی که تا الان گفتم حتما تصور میکنی که اینا با اونا بجنگن، اونا با اینا بجنگن، ولی نه. مردمشون ایرانی هن، تقریبا با همه چی سازگاری دارن.
اینطوریه که با اینکه این همه موجودات وار و تباهی و اینا اومده با هم دارن زندگی میکنن، خوشحالن. دنیا هم پر از جرم، جنایت و کثافت شده ولی بازم مردم خوش و دارن زندگیشونو میکنن. لئو وارد سازمانی به نام لیبرا میشه که در برابر جرم بیسته. داستان بالی داره، کیفیتش به شدت بالاست. خالق این داستان هم یاسوهیرو نایتو هستش که دیگر داستانای ایشون رو میتونید توی صفحه ببینید. این انیمه از سال 2015 تا 2017 شروع به پخش کرده. کلا 2 فصل ازش اومده ولی تموم نشده. این انیمه توسط استودیوی بونس ساخته شده که برخی از انیمه‌های ساخته شده توسط این استودیو رو میتونید در صفحه ببینید. این انیمه 2 فصل داره و هر فصلش 12 قسمته و 1 قسمت اووا داره که جلد 5 مانگا رو پوشش میده. این انیمه در مای انیمه لیست رأی 7 و 6 را آورده که مانگای این انیمه 30 چپتر رو هنوز تموم نشده. این انیمه فصل 3 نداره، خبری هم ازش نیومده که قراره ساخته بشه، ولی خیلی انیمه به شدت کمدی و اکشن هستش که حتما پیشنهاد میشه این انیمه زیبا رو ببینید و لذت ببرین. بریم برای سومی. شماره 3 کومونو جیهن. اسم فارسیش هم میشه حوادث هیولا. داستان این انیمه درباره پسری 13 ساله به نام کابانا کاسوکا هستش. کوساکا، معذرت میخوام، کابانه کوساکا، که یک غوله. در واقع نژادش غوله و شکل غول مانندی نداره. تو این دنیا نژادهای مختلفی وجود دارن که انسان‌ها ازشون خبر ندارن، مثل گرگینه ها و آدمخوارها و غیره و غیره. کلن چی بگم دیگه، کاناداییه واسه خودش. داستان اینجوریه که والدین کابانا اونو رهاش میکنن به خاطر اینکه همه کابانا تو روستا ازشون نگهداری میکنه، ولی ای دل بیداد، عمه نامردش اونو دوست نداره و ازش کار میکشه و فقط از اون میترسه. همسن و سالای کابانه جانم اونم طرد میکنن. کابانه به جای اینکه به مدرسه بره توی مزرعه کار میکنه و به خاطر اینکه همیشه کثیف و خاکی هستش بوی بدی میده. بهش لقب دور و تابو رو دادن که در کل خیلی بهش ظلم میشه. بیایید ببینید نویسنده عزیزم اونجا چی نوشته. نوشته شخصیت عجیبی داره و اصلا احساساتی نداره ولی مهربونه. یعنی شایعات میگن که جواد خیابانی داره موز میخوره با این حرفی که ایشون زد. حالا یه ذره فاز متکل بگیریم. تو روستا اتفاقات عجیبی میافته. اجساد پوسیده حیوانات توی شب ظاهر میشن. اما کابانه از این قضیه میترسه و یه کاراگاه استخدام میکنه که یه مدت برای فراماسون کار میکرده، ولی چون حقوق خوبی بهش ندادن و متکل همه رازای ایلومیناتی رو فاش کرده، دیگه سازمان برشکست شده و به خاطر اینکه با ماورالطبیعی آشناس الان افتاده کاراگاه خصوصی شده. ولی در اصل کاراگاه استخدام شده تا کابانه رو بکشه، چون همش فکر میکرده که این اتفاقات تقصیر اونه. کاراگاهه همه چیو میدونه و کابانه رو از اونجا میبره و بهش کمک میکنه تا والدینش رو پیدا کنه. در عوض کابانه هم در کنارش کمک میکنه. همه به هم کمک میکنن. کرج رسما اونجا. ببین خلاصه انیمه باحالیه، ارزش داره ببینید. بعدش هم شویموتو خالق این داستانه. استودیوی سازنده این انیمه هم استودیوی اجیادو هستش که میتونید بعضی از انیمه‌های ساخته شده توسط این استودیو رو در این صفحه ببینید. این انیمه 1 فصل ازش اومده و 12 قسمته. هنوز از فصل جدید خبری نیومده. این انیمه از ژانویه 2021 شروع به پخش کرده و توی 28 مارچ 2021 هم فصل اولش به پایان رسیده. مانگای این انیمه 63 چپتره و هنوز تموم نشده. پیشنهاد میکنم حتما این انیمه زیبا رو تماشا کنید، لذت ببرین. براستی اگه انیمه ها رو دیدین و میخواین که نکته جالبی در مورد یکی از انیمه ها بگین که شاید برای یه نفر که تازه میخواد این انیمه رو ببینه جالب باشه، حتما توی کامنت های ویدیو بنویسین. و اگر در مورد خود ویدیوهایی که ما داریم میسازیم در مورد این انیمه ها نظری داشتین، حتما اونم کامنت کنین، میخونیم همه رو و در ویدیوهای بعدی استفاده خواهیم کرد. لایک و سابسکرایب یادتون نره.